خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد بچه ها، انشالله حالتون خوب باشه. خب بچه ها میخوایم چیا رو بهتون بگیم اینجا؟ میخوایم اینجا بهتون بگیم که چه تغییراتی امسال نسبت به سال قبل در مصاحبه اتفاق افتاده. یعنی در اصل میخوایم ببینیم که امسال چیا هست، چیا هست شده، چیا اضافه شده تا شما اونهایی که مخصوصا تجربه دارن پارسال مصاحبه رفته بودن یک دید نسبت به مصاحبه داشته باشن. خب داوطلبای عزیزم بچه ها، ابتدا بدونید که مصاحبه اول میخوام بهتون بگم چند تا اتاق داره، حالا چیا هستن، چیا هست شدن و الی آخر. کلا ما 2 تا مصاحبه داریم، یه ارزیابی داریم، یه گزینش داریم. خب ارزیابی میشه چی؟ میشه همین اتاق تدریس و اتاق بحث گروهی و پارسال اتاق ایفای نقش جزش بوده. خب این میشه چی؟ این میشه ارزیابی. اتاق گزینش چیه؟ دیگه گزینش اونجاییه که شما میری احکام فردی، روانشناسی، شما 2 یا 3 نفر در اتاق گزینش شما رو مورد بررسی قرار میدن. یکیشون روانشناس هستش که سلامت روان افراد رو در نظر، کسانی که خیلی خجالتی هستن، کسانی که خیلی پرو گستاخ هستن، کسانی که مشکلات حالا عزت نفس و اعتماد به نفس حالا در حد یه خورده زیادتر از عادی، حالا به طور معمولی خب متوجه میشن بله استرس داره، طبیعی استرس داشته باشه. خب هرچند که برای یک معلم مسلما بچه ها نباید این استرس باشه. خب و باید مدیریتش کنید که دیگه نیاز داره شما از الان وقت دارید تا روز مصاحبه این مسئله رو تمرین بکنید. استرس داشته باشید بیش از حد، یا اینکه سوالاتی که ازتون میپرسن اونجا سلامت روان شما رو مورد بررسی قرار بدن. این چیه؟ این قسمت گزینشه. یک شخص دیگری در اتاق گزینش احکام فردی شما رو میپرسه، ببینه که شما مثلا پایبند به اعتقادات دین و مذهب و شرع و حالا اون واجبات و محرمات، بچه‌ها نمازت و روزت و در این حد هستی نیستی، چطوریه؟ و در کنارش از مسائل روز کشور سوال میشه، در مورد مسائل سیاسی، در مورد مسائل اعتقادی، در مورد مسائل سیاسی و اعتقادی و جنگ 12 روزه و سخنرانی های مقام معظم رهبری و شبهاتی که در جامعه هست و تغییراتی که در نگرش های مردم در این 12 روز اتفاق افتاد. اصلا نظر تو چیه؟ خب تو چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی که آیا خوب بوده، بد بوده، چه تأثیری داشته؟ آیا مثل رئیس جمهور فکر میکنی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میان میزنن میبرن خراب میکنن، یا نه اقتدار برات مهمه، یا نه میدونی که میتونی به توان مردم، به توان کشورت اعتماد داری؟ اینها همه مهمن. نظر شما رو اینجوری میپرسن بچه ها. اتاق گزینش. خب حالا این اتاق گزینش پارسال نمره داشت. پارسال خب 700 نمره یا 600 نمره، حالا سال قبلش 700 نمره، پارسال 600 نمره مصاحبه بوده. به اتاق گزینش هم نمراتی رو به حدود فکر کنم اتاق گزینش شد مثلا 60 70 80 نمره، حالا حضور ذهن ندارم، اتاق گزینش نمره داشت. اما امسال دیگه اتاق گزینش نمره نداره، اما به این معنا نیست که بی اهمیته، نه، اگه تایید نشی رد میشی. یعنی تو اگه مصاحبت هم 100 باشی، عالی باشی، همه چی اوکی باشه، اما اتاق گزینش تو رو رد بکنه، مثل این که 0 هستی. پس حواستون به اهمیت اتاق گزینش باشه. در اتاق گزینش بچه ها ما 0 تا 100 تمام این مباحثی که گفتیم رو ما خودمون در اختیار شما میذاریم. آموزش احکام، الان از احکام شروع کردیم، بعد از احکام شروع میکنیم مسائل روز کشور رو در اختیارتون میذاریم، بعدش مباحث جنگ 12 روزه رو کاملا براتون میذاریم، در مورد حالا روابط مختلف کشور و اینها کامل خودمون در اختیارتون آموزش ها رو میذاریم. پس این هم از مباحث اتاق گزینش. پس اتاق گزینش بچه ها یک مرحله از مصاحبه است، یعنی اتاقی نیست که نمره داشته باشه، اما یک مرحله مهم و ضروریه. اگر شما از این مرحله مورد تایید و نگیری، تمام مراحل برباد میرن. پس حتما لطفاً متوجه اهمیتش باشید. حالا اینکه توی اتاق چیا مهمه و اینا خیلی مباحثش زیاد هستن که در خود اتاق
گزینش ما اینها رو بهتون آموزش بدیم. اما بچه‌ها اتاق گزینش ما یک کانال اتاق گزینش داریم که روزانه مباحث قسمت به قسمت در اختیارتون قرار میگیرن. یک گروه پشتیبانی و رفع اشکال داریم که استاد شما پشتیبان شما، استادتون نه، پشتیبان شما در اتاق گزینش به شما تکلیف میده و شبها گروه رو باز میکنه. الان چون یک کوچولو فاصله داریم با با مصاحبه، یه شب در میونه، یه کوچولو دیگه جلوتر بریم هر شب گروه گزینش، گروه پشتیبانی باز میشه، به شما تکلیف داده میشه، شما تکالیف رو انجام میدید، ارسال میکنید و پشتیبان شما به شما بازخورد میده. پس حتما به این نکته دقت کنید. و اما بریم برای مباحث، برای ادامه توضیحات مباحثی که خدمتتون ارائه بدیم.